یکی میگه گوشت بخور، یکی میگه شیر نخور، یکی میگه روغن گیاهی بخور، یکی میگه روغن جانوری بخور، یکی میگه فاستینگ کن، یکی میگه فاستینگ نکن، یکی میگه آب زیاد بخور، یکی میگه آب زیاد نخور. ما گیج شدیم بالاخره چیکار کنیم؟ به حرف کی گوش بدیم؟ کی داره دروغ میگه، کی داره راست میگه؟ عزیز گوش کن. کسی که داره راست میگه، چیزی که داره راست میگه بدن توئه. بدن من با بدن تو متفاوته، بدن تو حتی با بدن خواهر برادرات هم متفاوته و پاسخ متفاوتی به غذاها میده. بدن ما ژنومش متفاوته، تک تکمون پاسخ متفاوتی به انواع و اقسام غذاها میدیم. پس ازت میخوام به پاسخ بدن خودت گوش کنی. این روزا هممون میدونیم چیپس بده، پفک بده، شیرینی بده، کیک بده، همه اینا بده. مقدار زیادشو نباید بخوریم. نه اینکه من نمیتونم اصلا کیک تولد بخورم، شیرینی بخورم، حتی اگر دیابتی باشم. پس من به پاسخ بدنم توجه میکنم، ببینم کدوم غذاها تو مثلا چند هفته به من نمیسازه یا میسازه، همونا رو بیشتر مصرف میکنم. ممکنه یه نفر گوشت بخوره حالش هم خوب باشه، یه نفر دیگه گوشت بخوره مشکل براش ایجاد بشه، یه نفر سبزیجات میخوره دل درد میگیره نمیتونه، یه نفر راحت سبزیجاتو میخوره، یه نفر ماست میخوره یبوست میگیره، یه نفر ماست میخوره یبوست نمیگیره. پس پاسخ بدن ما خیلی اهمیت داره و مهمه. نه یافته های حتی علمی که وجود داره بیاریم تک تک رو همه آدم ها به یک سان، به یک جور، به یک شکل همه رو با یک چوب بزنیم. پس به پاسخ بدن خودت توجه کن، بر اساسش جلو برو. من دکتر جاویدی ام، توی این صفحه سبک زندگی سالم آموزش میدم.